مخالفان و طرفداران بازداشت نیکولاس مادورو در نزد دادگاه فدرالی نیویورک جمع آمدند. در این مرافعه نیکولاس مادورو در مقابل اتهام‌های یک دادرس آمریکایی قرار گرفت که می‌تواند او را در نهایت به حبس ابد محکوم نماید. مادورو که با یاری ترجمان صحبت می‌کرد گفت من بیگناهم، عیبی ندارم و مردی با شرفم. او گفت هنوز هم پرزیدنت کشورش است. مادورو از روی 4 بند قانون کیفری آمریکا از جمله در توطئه تروریستی با استفاده از مواد مخدر، توطئه واردات کوکائین و تامین اسلحه و دستگاه‌های خرابکار گمانبر دانسته می‌شود. همسر مادورو سیلیا فلورس هم با عین همین اتهام به استثنای تروریسم با استفاده از مواد مخدر گمانبر دانسته شد. او هم در مرافعه خود را بیگناه نامید. با باور دادستان‌ها در وظیفه پرزیدنتی مادورو قاچاق کوکائین را راهنمایی و نظامیان را برای تامین امنیت انتقال بارها استفاده می‌کرد. بار اول او را سال 2020 در دایره پرونده طولانی مدتی ضد مقامات ونزوئلا و سلاح به دستان کلمبیایی در قاچاق مواد مخدر گمانبر دانستند. مادوروی 63 ساله این همه را رد کرده می گفت این گپ‌ها برای روپوش کردن هدف دسترسی به ذخیره‌های نفت ونزوئلا هستند و پرزیدنت ترامپ این را پنهان نمی کند. روز دوشنبه ریدی ضد مادورو در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد محاکمه شد و روسیه، چین و دیگر همپیمان‌های چپگرای ونزوئلا آن را محکوم کردند. پذیرش چنین منطق در را به سوی یک جهان بی‌ثبات باز می‌کند که در آن کشورهای قدرتمند از نظر نظامی می‌توانند سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورهای دیگر را زوراً حل کنند. در همین حال در داخل ونزوئلا روز دوشنبه امر اضطراری صادر شد که بر اساس آن پلیس کافتوکاپ و حبس طرفداران حمله شب شنبه امریکا را سر کرده است. اینچنین روز دوشنبه معاون پرزیدنت و وزیر نفت ونزوئلا دلسی رودریگز رسما به اجرای وظیفه‌های پرزیدنت موقتی ونزوئلا آغاز نمود. او به جانبداری از مادورو ولی بدون اظهار مقاومت به عملکرد ایالات متحده آمریکا صحبت کرد.